در اون جنگ است و دوای جنایی ناز نفسه های زرسو ناله و افغان و آمایی های چنان کوبی دشمن توی فکرش عزبا رو میگه ها که جفت چشماش رو توی سیامایی های همین ترسام ز فردایش که بینه نمونده نه بسیبی جو نه سپامایی تو این وادی پیچ در پیچ تاکتیک نگاه کن آینتو گاهی به گاهی آیا دکتر اهل قلیون نیستی وگه نمیگفتم زغال قلیونت هم که به احترام نفست خاکستر بشم شرمنده اخلاق و گرفتار برامتم که واسه خودت بریدی که واسه دوستان تنباکو باشی که دودت کنن نه شم که فوتت کنن اختیار دارین آقای دکتر ما همه جوره پاتون وامیستیم آفرین مرحوم عبوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودم وقتی کسی عین نوک پرگار همه جوره پات وایستاده و هر طوری که به چرخی و بکشی تکون نمیخوره تو هم دورش بگرد دیشب خواب دیدم توی مسابقه پرگل رئال و بارسلون 5-5 مساوی بودن وسط استادیوم فریاد زدم این همه گل دیدیم ولی هیچ کدومش بزن بهادر نمیشه چرا عین ما رو پله میری تا اون بالا بعد آسانسوری زایه میکنی میای پایین ناکسه کنس ناخون خوش خود تو که میگی خواب دیدی کلش هم که همه میدونن خالی بندیه بعد دهنت زخم میشه اونجا یه آقا و یه دکتر بذاری اولش دکتر قصد جسارت نداشتم وضعیت نظام واسه آدم هوش و حواس نمیذاره آی دکتر تو مسئله مناقشه نیست ولی اولاغم یه بار که پاش بره تو چاله دفعه بعد با چوبم بزنش دیگه از مسیر نمیره ولی مقام عظما یه بار سر اشتباه محاسبه طلسم شکستگیش تو نظام که کسی یونجه هم بار حرفاش نمیکنه سرش خورد به سنگ بعد دوباره همون جای سرشو زد به سنگ بغلی چی شده رمزی صحبت میکنی که فهمیدنش سخت بشه سخت گفتم آی دکتر متوجه نشدی حرف دهنتو بفهم خیلی مونده یه چیزی بگی من نفهمم من فکر اون بسیجه بدبخت مشنگم که گیج و حیرون میخوان ما خط بگیرن حالا بشین کنار دست خودم بحث رو برات باز کنم خیلی ممنون مثل شیرموز بازش کنیم چه ربطی داره به شیرموز ربطی نداره فقط خواستم قبل از شنیدن این بحثای تلخ یه چیز خوشمزه گفته باشم آقای دکتر فعلا که قبل از شنیدن بحثای داغ دوباره یه چیز یخ گفتی بشین کنار دست کمربندم محکم ببند کلاس استراتژیکی فشرده توپوزی اول این داستان چی بود به فک عظما فی مبارزه با فساد آفرین که یک قرون از کمالات همنشین رود اثر کرده هدفهای افه مبارزه با فساد چی بود؟ سفید سازی حاجی رئیسی کف گرگی زیرزانوی به آملی لاریجانی نتیجه ضایع شدن کل تر با یک کف گرگی زیرزانوی به خود مقام عظما خب آخه تو شهر دزدا که نمیشه دزد گرفت اونم مبارزه با فساد که این شستن راپله است همیشه از بالا به پایینه دزدی رفته تو جونشون کاری نمیشه کرد مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن رفقای دزده بهش گفتن واسه چی دزدی میکنی گفت عادت همه دست خودم نیست بردنش پیش روانشناس 2 جلسه رفت جلسه سوم پولای دکتر و تلفن و باقی جنس ها رو تو مطب دزدید آورد چه رفقای ساده ای داشتن نخه اونا خودشون این کار تر بودن دنبال یکی بودن که بتونه همینا رو بدزده ورداره بیاره داشتین زبونم لال از غلط کردن مقام عظما میگفتین آره حرف تو حرف اومد غلط تو غلط اومد عضو اول خود رئیسی رو فرستاد واسه غلط کردم که اومد گفت 1% هم بیشتر فساد نداری تو قضاییه بعد دید کمه خودش هم اومد پشت غلط کردنش گفت مبارزه با فساد اصلا خود صادق ریزه شروع کرده بود حالا این توپوزی رو داشته باش بریم سر بحث بعدی نامه حاجی خوینی ها رو خوندی؟ اون 3-4 خط اولش خوندم یه طاقت نیوردم خیلی عظما رو ضایع تازه کردم کجاشو دیدی؟ اگه تا آخرش میخوندی میفهمیدی که ضایع کردن یعنی چی خدا میدونه چی میشدی ولی تو پوزیش اونجایی بود که هوش حسین شریعت مداری من آره دیگه هوش
از ریزش پشم کلاه عضو ارزیابی نداشت. گفت بقیه هم بیاین موضع بگیرین علیه خوئینی ها. بقیه اومدن نفر یه لگد دوباره زدن به عضو. عجب نتیجه استراتژیکی تلخی. گفتم آینه رو به پا واسه همینجا بود، دوباره اشتباه گرفتی. اینا تاکتیکیاش بود. استراتژیکیش اینه که عضو دیگه زور پیاز هم نداره که وقتی خورده خمیرش میکنن اقلا اشکشون رو در بیاره. اقتدار شده عین قیمت تومن که تا میای حساب کتاب کنی دوباره اومده پایین. حیوانکی گوسفندم گازش میره. آره یا کریمم نوک میذاره تو عمامش. خوش به حال بدبختایی که به هر دری میزنن بسه است. عضو به هر دری میزنه باز میشه 2 تا بحران گردن کلفت دیگه از توش میاد بیرون. آره. ماشین نظام شده مثل آمبولانسی که 20 تا رو میکشه 100 تا رو لتو پر میکنه تا اگه بتونه یکی رو نجات بده. شده همون حکایت نظام و داستان قاسم سلیمانی که تو انتقامش خون از دماغ دشمن نیامد، اما تو عزاداریش 80 تا از خودمون کشته شدن. همه به هدفاشون رسیدن جز خودمون که موضوع اصلی بودیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهتون عرض میکردم، بعد میفرمودن که مشنگه باباش داشت میمرد، زنگ زد آمبولانس اومد، کل خانواده سوار شدن آمبولانس همجوری آژیر کشون میرفت، اینا بزن و به کوب پشت آمبولانس. تو راه دکتر گفت خب پس مریض کیه؟ مشنگه گفت حالش خوب نبود نیومد. روشن شد یا بفرستم دنبال آمبولانس. آی دکتر شما انگار نمیدونین که نظام الهی ما دومین کشور غمگین جهانه. خب همتی بکنین یه آه و ناله که بشیم اول، با این ضربه و خنداتون سوم میشیم. سوال بعدیم اینه که ما چرا اینقدر بدشانسیم؟ کپسول گاز هم که میخواد منفجر بشه تو پارچین یا تو خجل، درست همون جایی که کلاهه که موشک میسازیم منفجر میشه. بعد همه دنیا فکری بد دیگه ای میکنه. میشه دفاع نکنی از نظام با این وضعیت در دکتر هر چی میکشیم از دست اون دشمن براندازیه که اگه تلاشای صلح‌آمیز هسته‌ایمون رو نکرده بودن الان بمب رو هم ساخته بودیم گذاشته بودیم جای اقتدار مقام عثمان. اما الان وضعیت یه جوری شده که همه اون نوچه‌ای هم که می‌خواستن یه چیزی از ما بهشون بماسه دیگه ناامید شدن. مرحوم ابوی همیشه می‌فرمودن بذار بهادر عرض می‌کردم بله، می‌فرمودن که دزد شب رفت خونه طرف، هر چی گشت هیچی پیدا نکرد. آخرش طرفو بیدار کرد گفت بدبخت من که دارم میرم ولی این زندگی نیست که تو داری ها. خلاصه میخوام برات بگم که ته برنامه جنبندی هم کرده باشی. ترلی عضو تو سرپایینی ترمز برونده، فرمونم قفل، درم روبرو. یعنی میخوایم بگین مقام عثمان و نظام تو وضعیت او مای گاد هستن؟ وضعیت چی گفتی؟ او مای گاد. میشه تو خودتو اینجوری لوس نکنی؟ خود اون استیون هاکینز هم وقتی تو سرپایینی ویلچرش سرعت میگرفت میگفت یا ابوالفضل، بعد تو ندید بدید برای ترلی 18 چرخ نظام که داره میاره تو دره میگی او مای گاد. تو پس من کی دیگه باید اف مجری خارجی نه در بیارم؟ آقا تو تو همیشه به من شاکوف میزنی. آقا این رو نشد که